این استریمر میخواد ثابت کنه به کل گیمرها که میتونه به سامنزو یکی از خطرناکترین پلیرهای فری فایر رو بزنه. این استریمر فقط تونست 4 راند سامنزو رو بزنه، در حالی که سامنزو توی این 4 راند هیچ حرکتی از خودش نشون نداد. اما فقط 1 راند مونده بود تا برد این استریمر که همون لحظه سامنزو حرکتی از خودش نشون میده و در نهایت این اتفاق میفته. حاجی این استریمر در مقابل سامنزو قرار گرفته. سامنزو داره بهش راند میده حاجی، اون داره میخنده. این راند دوم حاجی، سامنزو داره بهش راند میده. این راند 4 من رسید حاجی. ببین سامنزو شروع کرد، وای از چه زاویه چه هدشاتی زد، اونم با دیزل. این اولین دست، دست دومم با دیزل. حاجی یارو داره فشار میخوره. دست سوم، وای چقدر سریع هدشاتشو زد سامنزو. اینم دست 4 و 4 شد. یارو داره فشار میخوره حاجی. و اینم دست 5 و تمام. دست 5 با دیزل زد و تمام. ولی تو هنوز لایکش نکردی. راستی اگه فری فایر پلیری پیج منو فالو کن.